میهنان ما رو هیچ کسی به غیر از رو خودمون نمیتونیم اتکا بکنیم. چه دنیا بخواد چه دنیا نخواد ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. من ارتشی، من کارگر، من مهندس، من پزشک، من پرستار، من دانشجو، من فیلسوف، من نویسنده، من روزنامه نگار، من هنرمند، من کشاورز، من ماهیگیر، من مهندس، من ایرانی، ما نخواهیم گذاشت کشورمون رو از ما بگیرن و از بین ببرن. چرا؟ چون ایستاده ایم. من خوزستانی، من آذری، من کرد، من بلوچ، من مسلمون، من مسیحی، من کلیمی، من ایرانی، ما مردم ایران رو این حکومت از ما گرفت و سعی کرد خودش رو به عنوان نماینده مردم جلوه بده. ما این حکومت رو به دست مردم برمیگردونیم و مردم هم که خواهند گفت ما ملت ایران هستیم.